دوستان نهایت عزیز، خوش آمده به چینل اسرا. دوستان ما در این ویدیو میخوایم بپردازیم به یکی از شخصیت‌های خیلی جنجالی جهان، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا. ما یک ویدیو آماده ساختیم دوستان از بیوگرافی کامل زندگی دونالد ترامپ و اینکه چی کارهایی کردن، اونا تاجر شدن بعد آمدن در عرصه سیاست. دوستان صفحه ما را لایک و سابسکرایب و شیر کنین تا ما میمایه شیم ویدیوهای بهتر برای شما آماده بسازیم. بریم دوستان با هم ویدیو رو ببینیم. تصور کن یک مرد، نه سیاستمدار، نه ژنرال، نه استاد دانشگاه، اما یک بار می آید و کل سیاست آمریکا را به هم می ریزد. اسمش دونالد ترامپ. او کی بود که این همه آدم دنبالش افتادند؟ چرا بعضی ها حاضر شدند برایش بجنگند و بعضی ها قسم خوردن هرگز تحملش نکنند؟ این قصه یک آدم معمولی نیست. ترامپ در نیویورک بزرگ شد، در خانه‌ای که پول حرف اول را میزد. پدرش ساخت ساز میکرد و دونالد ترامپ از همان وقت دید قدرت یعنی چی. او خیلی زود فهمید اگر ضعیف باشی پایمال میشوی، پس تصمیم گرفت ضعیف نباشد هیچ وقت. برج ساخت، هتل ساخت، نامش را گذاشت روی همه چیز. اما نقطه انفجار تلویزیون بود. The Apprentice، برنامه‌ای که ترامپ را تبدیل کرد به یک چهره ترسناک و جذاب. وقتی میگفت You are fired، میلیون ها نفر نفسشان بند می آمد. او فهمید قدرت واقعی اینجاست، جلوی دوربین. I have great respect for you. I have great respect for your tenacity, for the fact that you just don't give up. But Rod, you're fired. بعد یک روز گفت میخواهم رئیس جمهور شوم. همه خندیدند، اما او عقب ننشست. حرف زد، حمله کرد، مرزها را شکست. شعارش ساده بود اما خطرناک: Make America Great Again. و بعد 2016 جهان شوکه شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد. 4 سال پرتنش، مهاجرت، جنگ تجاری با چین، دعواهای رسانه‌ای و توییتر مثل میدان نبرد. طرفداران گفتند او قوی و بی‌پرواست. منتقدان گفتند او خطرناک است، اما هیچ کس نمیتوانست بی تفاوت باشد. بعد از انتخابات 2020 بسیاری فکر کردند داستان تمام شد، اما ترامپ برگشت. Dirty, actually. And very importantly, on day one, I kept my promise to the people of Iowa and abolished the insane electric vehicle mandate, which would have obligated you to go out and buy an electric car, but it would have obliterated a thing called ethanol. Do you like ethanol? او دوباره وارد صحنه شد، نامزد شد و رقیبان را به مبارزه طلبید. این بار نه فقط به عنوان رئیس جمهور سابق، بلکه به عنوان قوت سیاسی زنده که هنوز هم میلیون ها طرفدار دارد. طرفدارانش میگویند او صدای مردم فراموش شده است. منتقدانش فریاد میزنند او خطری برای دموکراسی است. اما حقیقت چیست؟ هیچ کس نمیتواند انکار کند. ترامپ همچنان یکی از قدرتمندترین چهره‌های سیاسی جهان است. دونالد ترامپ فقط یک سیاستمدار نبود. او یک پدیده سیاسی رسانه‌ای است. داستانش هنوز تمام نشده و جهان همچنان نظاره‌گر است. حالا نوبت شماست. ترامپ را چطور می‌بینی؟ نابغه، فریبکار یا محصول دنیای امروز؟ نظرت را در کامنت بنویس و اگر این ویدیو ذهنت را درگیر کرد حتما آن را با دیگران شریک بساز. خب دوستان، رسیدیم به آخر برنامه. خدا کنه از ویدیویی که ما ساخته بودیم لذت برده باشین، معلومات کافی حاصل کرده باشین. دوستان از این که ما در برنامه بعد کدام شخصیت به شما با معرفی بگیریم لطفاً بر ما در کامنت بگوین
و همچنان لایک و سابسکرایب و شیر یادتان نره دوستان، ما برای دوستانتان معرفی نمایید تا ما حمایت شویم و ویدیوهای بهتر برای شما